وطن من. جاده چون فرشی زرین روی زمین پهن شده و گیسوان انبوه جنگل را از دو طرف شانه کرده. خانه ها چون جدول کلمات متقاطع روی زمین پخش شدن و راه ها چون شریانات زمین بر پیکرش جاری‌اند. اینجا ارزفونه. ارزفون روستایی سرسبز و زیبا از توابع شهرستان ساری در استان مازندرانه. این روستای جنگلی بین شهرهای ساری، قائمشهر و سوادکوه قرار گرفته و تا مرکز استان 17 کیلومتر فاصله داره. شغل اصلی مردم روستای ارزفون کشاورزی، باغداری، زنبورداری و دامپروریه. اینجا پیرمرد با مرارت فراوون روزی خودشو از دل خاک بیرون میکشه و اون دیگری با زنبورها رفاقت میکنه و شهد شیرین به خانه میبره. جنگل زمین وحشی است و شالیزار زمین اهلی شده. زمین چون اسب کهر بر زیر پای انسان رام شده تا او را به سرزمین آرزوها برساند. شالیزار با چهره‌ای عرق کرده به آسمان خیره شده تا در فصل محصول شرمنده انسان نباشد. او نور را از آسمان می نوشد و دیدگان خیسش روشنی را به خانه انسان می آورد. راه این آبادی آسفالته و فقط کوچه های روستا خاکی هستند. اهالی این وادی به سبب زندگی کوچنشینی از هویت همگونی برخوردار نیستند و ساکنینش اصالتاً از شهرهای مختلفی گرد هم اومدن.